و این هم آش آماده است، اشتیای خوب. خب دوستان، ما امروز براتون طرز تهیه آش نشان میتونم. فعلا ما استارت میکنم، امروز شروع میکنم امروز پخته کردن کوفته که میخوایم یک ذره بیشتر نشان بدم، برای اینکه یکی از دوستای ما گفتن که بسیار شارتکت میکنم، میخوایم که همیشه پروسس تقریبا براتون نشان بدم. حالا ما به 2 قاشق غذاخوری روغن انداختیم و 1 دانه پیاز و تقریبا 2 قاشق غذاخوری سیر و حالا برش یک چند دقیقه میمونم، باز کوفته را بهش اضافه میکنم و سرخش میکنم. خب پیاز سرخ میکنیم، و زیاد سرخ نمیکنم، فقط یک کمی که نرم شده پخته میکنیم، سرخ نمیکنم. بعد از او قیمه را برش اضافه میکنم و یک چند دقیقه پختش میکنم با پیاز. باز بعد از او برش اضافه میکنم تا خب دوستان، حالا کوفته را به پیاز اضافه کردم و یک جا با پیاز کمی پختش میکنم و همچنان بهش اضافه میکنم 1 قاشق چای خوری مرچ سیاه و 1 قاشق چای خوری نمک و همچنان برش اضافه کردم پاپریکا، 1 قاشق چای خوری پاپریکا و زردچوبه. این کوفته را برای آش تهیه میکنم و حالا زنجفیل پستم برش اضافه میکنم. زنجفیل همیشه با هم میکس میکنیم. و هر قیمه را با پیاز و زردچوبه و مساله میکس کردیم. حالا تقریبا 1 کپ آب بهش اضافه میکنیم، میگذاریم بپزه. خب کوفته هم در حال پخته شدن است، پخته میشه و ایره یک طرف میمانیم تا مواد آش درست بکنیم. و حال کوفته آماده است، فقط بهش کمی یخنی مرغ اضافه میکنم با کمی آب و آش برش اضافه میکنیم. و ما حالا از این آش استفاده میکنم که آش از تخم است که خمیرش بسیار نازک و ملایم است و ایره به میکس ما اضافه میکنم. منتظر هستم که آب جوش بیاد، باز آش برش اضافه میکنم. خب و حال مواد میکس ما جوش است که آماده هستم که هاش برتم و این هم هست میکس لوبیا نخود که ما باز خودم بهش گرد میکنم و حالا فقط میخوایم که ما آش برتم. خب و آش بهش علاوه کردیم. حالا میگذاریم که آش نرم شود و میریم ساس درست میکنیم. منتظر هستم که آش نرم شود و میریم که ساس درست بکنیم. خب و حالا در اینجا داریم تقریبا 1 قوطی ماست انداختم با گشنیز و همچنان سیر، نعنا و بسیار کم نمک. حالا همیشه مخلوط میکنیم، میکس میکنم و حالا میگذاریم میکس شود. میکس میشه مخلوط ماست، گشنیز، نعنا و سیر و هم همیشه با آش علاوه میکنیم
ببینین و مخلوط آماده هست و ایران بهاش گت میکنیم. آش هم نرم شده و حال لوبیا و نخودم برش اضافه کردم. آش قضیات نمندازم چون وقتی که نزدیک افطار شد و آماده صرف بود، ساس ماست را که درست کردیم با سیر بهش حلاوه میکنم و همون مقدار آبش بس است. و این هم شد آش. دیگه میگذاریم قسمت بعدیش براتون نشان میدم وقتی که او را کشیدیم کاملا به کاسه. میبینین که چقدر مزه‌دار معلوم میشه و مزه‌دار هم هست. ترای کنین، خود ججمنت بر خودتان میدم. ببینین ماستم برش حلاوه کردم. آش کاملا آماده است، آماده صرف است. اشتیای خوب به همه میخوایم. رمضان بخیر و خوب که انجوی کنین. فراموشتان نشه لایک، کامنت، سابسکرایب و چنل ما بکنید که رسیپی های بسیار خوب و بسیار دیفرنت، جالب در پیش رو دارم که باز با شما یک جای شیر میکنم. و این هم آش آماده است. اشتیای خوب